سلام علیک. اومدم بهتون یه VPN خدا معرفی کنم. این VPN پولیه، اما من یک روشی پیدا کردم که میتونید خیلی رایگان استفاده کنید با سرعت خدا. شما اگه بخواید روی PC یا آیفونتون داشته باشینش، باید حتما یک گوشی اندروید داشته باشید و ادامه‌شو بیاد تو گوشی تا بهتون بگم چیکار باید کنید. خب دوستان، اول از همه شما برید توی فارسروید و برنامه تمپ میل رو دانلود کنید. بعد دوباره تو خود فارسروید میاد شما اپ کلونر رو دانلود میکنید. حالا که شما این دوتا رو دانلود کردید، یه لینک زیر ویدیو میذارم، برید از اونجا VPN Xpack رو دانلود کنید. وقتی شما دانلودش کردید و بیاید توی برنامه، برای که کانکت بشید خب از شما یه اکانت میخواد که حالا اگه بسازید یکی دو روز بهتون رایگان میده و اگه لینک اینوایتتون هم واسه دوستاتون بفرستید، اونا 5 روز رایگان میگیرن و شما فکر کنم 2-3 روز. ولی خب آدمی همه دوست نداره که بخواد خیلی از VPN استفاده کنه. پس بعد چیکار کنید؟ شما میاید شما داخل اپ کلونر. وقتی وارد اپ کلونر شدید، میاید دنبال Xpack میگردید و وقتی روش زدید این چیزایی که میگم اعمال کنید. برید تو بخش پرایوسی آپشن و چنج اندروید آیدی رو بزنید و این تیکش رو بذارید روی رندوم و جنرت نیو رندوم آیدی رو هم بزنید. اوکی میگه. یه چیز دیگه هم مونده. شما میاید داخل کلونینگ آپشن و این تیک اسکیپ نیتیو رو میزنید. خب الان تقریبا کار ما تموم و میایم روی این کلون نامبر. اوکی، من 5 بار تست کردم. شما هر دفعه که بخواید یک کلون از اپ بگیرید، حالا اون عدد رو وارد میکنید. من بار پنجممه، خب عدد 5 میزنم. بار ششم هم کلون میگیرم، عدد 6 رو میزنم. اوکی، و اینکه شما میاید یه نیمی هم براش میزنید. من زدم حالا Xpack کلون. اوکی، و من روی میزنم چون بار 6مم، عدد 6 رو میزنم و خب اوکی. وای میستیم تا کلونش کنه. اوکی، روی اینستال اپ میزنیم. و اینستال شد. اوکی، حالا ما چیکار کنیم؟ بریم توی تمپ میل. خب ما اینجا چون قبلا این ایمیل رو استفاده کردم، چنج رو میزنم. آریشور، بله. خب یه ایمیل جدید برای ما ساخت و یه کپی میزنیم و میایم توی اون کلونه که ساختیم، Xpack کلون. خب یه کانکت میزنیم که بره توی ساین این. create a new Xpack account. روی این میزنیم و اون ایمیلی که کپی کردیم رو اینجا وارد میکنیم و این I have an invite code رو هم میزنیم. خب بیایم روی PC. ببینید دقیقاً بعد مساوی میشه اینوایت کد شما. میبینید بعد مساوی میشه اینوایت کد شما. اون اینوایت کدتون رو وارد کنید. مال من اینه. به بزرگی کوچیکش هم دقت کنید. اوکی، وریفیکیشن کد میزنیم. سند وریفیکیشن کد. خب میبینید توی تمپ میلمون یه ایمیل جدید داریم. خب چند نوشته وریفیکیشن کدمون رو؟ 93863. اوکی، 93
863. یه پسوردی هم بزنید که یادتون بمونه. حالا یه پسوردی میزنم. خب ساکسس. اینجا میریم لاگین میکنیم، همون ایمیل رو وارد میکنیم، انتخاب کردیم و میزنیم، ساینین میکنیم. اوکی، همینجوری ما 4 روز رایگان داریم. اوکی، یعنی شما میتونید بی‌نهایت اینجوری استفاده کنید. خب برمیگردیم روی پیسی که میبینیم بله 3 روز دیگه اضافه شد به پیسیمون. شما این کار رو تا آخر عمرتون میتونید انجام بدید و یه VPN پرسرعت و خوب داشته باشید و خیلی خوشحال میشم که منو ساب کنید و توی کامنت ها بهم انرژی بدید.